توی قسمت دوم درس نهم کتاب نواسپرسو 4 با کاربرد جروندیو پرزنت و جروندیو پاساتو آشنا میشیم و باید یک متن رو بنویسیم در مورد شهر مورد نظر خودمون. Numero 8. Il gerundio. Con un compagno inserisci nella tabella i verbi al gerundio evidenziati nel testo del punto 6 corrispondenti alle funzioni indicate. خب باید توی جدول پایین اون فعل هایی که به صورت جروندیو هستن و خب بولد شده هستن با قلم درشت نوشته شدن رو از توی متن ششم پیدا کنید که متناسب باشه با کاربرد. میبینید که قسمت چپ کاربرد هست، کاربرد جروندیو هست. شما باید مثالش رو از تمرین ششم پیدا کنید و توی جدول جلویش بنویسید. Attenzione, توجه. Nel caso del gerundio concessivo il verbo è introdotto da una congiunzione. اگر حالت ما جروندیو کنچسیو بود، فعلمون به همراهش یه دونه کنجونسیونه داره، یک حرف ارتباطی داره. جدول پایین رو بخونید، خودتون کامل کنید. Il gerundio presente e passato, ripresa e ampliamento. خب قبلتر با جروندیو پرزنته و جروندیو پاساتو آشنا شدیم. حالا میخوایم مباحث مربوط بهشون رو یادآوری و تکمیل کنیم. قبل از همه چی یک بررسی کنیم مجدد جروندیو پرزنته و جروندیو پاساتو چجوری ساخته میشدن. توی حالت با قاعده، فعل‌هایی که از قاعده صرف تبعیت میکردن، فعل‌هایی که به اره ختم میشدن، اره حذف میشد و به جاش اندو میذاشتیم توی حالت جروندیو پرزنته. منجره میشد منجندو. فعلایی که به اره ختم میشدن، اره حذف به جاش اندو. کردره کردندو. و فعلهایی که به ایره ختم میشدن، ایره حذف و به جاش مجدد اندو. پرتیره پرتندو. توی حالت جروندیو پاساتو باید اوزیلیاره رو پیدا میکردیم. مثلا اوزیلیاره فعل منجره یعنی خوردن، چون یک فعل حرکتی نیست، خب گفتیم بیشتر از اوزیلیاره اوره استفاده میکنیم برای فعلهای غیر حرکتی. منجره اینجا اوزیلیاره اوره میگیره. کافیه که اوره رو به صورت جروندیو پرزنته بیاریم که میشه اوندو. دقت کنید که اوره یه فعل بدون قاعده هست، میشه اوندو. و بعد هم فعل منجره رو به صورت پارتیچیپیو پاساتو، منجاتو، اوندو منجاتو. دوباره برای کردره فعل اوره استفاده میکنیم، اوندو کردوتو. ولی برای فعل پرتیره که فعل حرکتی از اوزیلیار استره استفاده میکردیم، پس میشه اسندو پرتیتو. فعل استره هم دوباره یک فعل بدون قاعده هست که حالت جروندیو پرزنتش میشه اسندو، اسندو پرتیتو. Il gerundio ha due tempi. خب دیدیم که جروندیو دو تا زمان داره، پرزنته پاساتو، به صورت پرزنته و پاساتو. Il gerundio passato si usa solitamente nella lingua scritta per indicare un'azione anteriore a quella della principale. از جروندیو پاساتو فقط توی حالت نوشتاری استفاده میکنیم، توی نوشتار استفاده میکنیم، تو گفتار ازش استفاده نمیکنیم، برای اینکه بخوایم بگیم یک کاری قبلتر از فراز پرینچیپاله ما اتفاق افتاده. مثلا جوکندو میدونیم که حالت جروندیو پرزنته فعل جوکره هست.
اگر بخوایم به صورت جروندیو پاساتو تبدیلش کنیم، گفتیم از حالت بعد ببینیم اول کدوم اوزیلیاره استفاده میکنیم. اینجا اوزیلیاره برای جوکار اوره هست، اونو تبدیلش میکنیم به جروندیو پرزنته، فعل اوره رو اوندو، و بعد هم پارتیسیپیو پاساتو فعل جوکاره جوکاتو. اوندو جوکاتو میشه حالت جروندیو پاساتو فعل جوکاره. مثالی که برای جروندیو پاساتو هست: non essendo arrivata in tempo ha trovato il suo posto occupato. به دلیل اینکه سر وقت نرسیده بود، دید که جاش اشغال شده توسط یکی دیگه. خب این عبارتی که توش ما از جروندیو پاساتو استفاده کردیم، یعنی رسیدنه، قبلتر اتفاق افتاده نسبت به این موضوعی که دیده که جاش اشغال شده، و هم فقط هم توی متنای نوشتاری ازش استفاده میکنیم. با کاربردهای جروندیو قبلتر آشنا شدیم. حالا به طور کامل میخوایم توضیح بدیم که جروندیو کجاها استفاده میشد. La funzione del gerundio sono moltissime. خب استفاده از جروندیو خیلی زیاده، چه به صورت پرزنته چه به صورت پاساتو. Tra queste le più frequenti sono. از نظر گرامری توی کتاب نوو اسپرسو مواردی که میتونیم استفاده کنیم برای جروندیو، خب بیشتر از اینا هم هستن، استثنا هم وجود دارن، ولی همین موارد رو یاد بگیریم کافیه فعلا برای این کتاب. اولی لا فونسیون تمپوراله. استفاده از جروندیو به عنوان فونکسیون تمپوراله، یعنی برای بیان زمانی. میخوایم بگیم که چه وقتی اتفاق افتاده، وقتی که، زمانی که، آنگاه که. مثلا l'ho trovato mettendo a posto in cantina. پیداش کردم چه وقتی؟ زمانی که داشتم انبار رو مرتب میکردم. mettendo a posto یعنی مرتب میکردم، این کانتینا توی انبار. اون زمانی که من داشتم این کار انجام میدادم پیداش کردم. پس میبینیم فونکسیون تمپورال داره. دومین کاربرد لا فونکسیون کاوزاله، یعنی برای بیان علت یا دلیل ازش استفاده میکنیم. essendo vissuto a Parigi conosce bene la città. essendo vissuto یعنی به خاطر اینکه زندگی کرده بود توی پاریس، شهر رو خیلی خوب میشناسه. پس میبینیم اینجا میخوایم یک دلیل رو بگیم. دلیلش اینه که توی پاریس زندگی کرده. باعث چی شده؟ باعث شده که شهر رو خوب بشناسه. حالت بعدی لا فونکسیون ایپوتتیکا، یعنی برای بیانه یک فرضیه، یک شاید، اما، اگر. avendolo saputo ti avrei chiamato، یعنی اگر اونو میدونستم بهت تماس میگرفتم، بهت زنگ میزنم. فعل سپره به صورت جروندیو پاساتو اومده، avendolo saputo. پس میبینیم که داریم یک فرضیه رو میگیم، ولی این اتفاق نیفتاده چون من نمیدونستم و بهت زنگ نزدم. اگر اینو میدونستم بهت تماس میگرفتم. نمونه بعدی la funzione concessiva. In questo caso la forma al gerundio è preceduta dal congiunzione pur. توی این حالت که به صورت کنچسیو یعنی میخوایم یک وابستگی رو بیان کنیم. میخوایم بگیم با وجود اینکه، علی رغم اینکه، همیشه به همراه یک حرف ربط پور استفاده میکنیم. با کنجونسیون ها هم قبلا آشنا شدیم. میتونید دوباره مبحثش رو توی سایت جستجو سرچ کنید و در موردش یادآوری کنید. پور یعنی برای اینکه، به علت اینکه یکی دیگه از کنجونسیون ها بود. چون میخوایم ما بگیم که وابستگی رو بیان کنیم، بگیم که در ادامهش چه اتفاقی افتاده،
یا بگیم با وجود اینکه برای اینکه از پور استفاده میکنیم قبل از جروندیومون. مثلا pur avendo già mangiato provo lo stesso una fetta della tua splendida torta. علی‌رغم اینکه قبلا غذا خوردم باز هم در هر صورت یه تیکه از کیک فوق‌العاده‌ت رو میچشم، امتحان میکنم. میبینیم که پور و بعد avendo mangiato که حالت جروندیو پستاتو هست. گفتیم از قید هم قید زمانی جمع میتونیم استفاده کنیم، هم بعد از فعلمون هم بین حالت اوزیلیاره و پارتیسیپیو پاساتو. pur avendo già mangiato یا pur avendo mangiato già و ادامه جمله. و آخرین روشی که آخرین مدلی که میتونیم از جروندیو استفاده کنیم la funzione modale، استفاده کردن به صورت مدله. توی حالتی که از مدله هست یعنی باید، یعنی هم معنی باید، هم معنی اگر، هم معنی خواهد بوده، به صورت مدال هست. توی این حالت attenzione la funzione modale è solo implicita، فقط میتونیم به صورت ایمپلیچیتا ازش استفاده کنیم، ساده ازش استفاده کنیم. جروندیو پرزنته فقط میتونیم استفاده کنیم. non ha un corrispondente con un verbo in forma esplicita، تبادلی نداره، هم معنی نداره با یک فعل به صورت اسپلیچیتا. حالا فرمای اسپلیچیتا خب میدونستیم که به صورت پارتیسیپیو پاساتو یا حالت کنجونتیو پاساتو و غیره بودن که از اوزیلیاره استفاده میکنیم به همراه فعلمون. Ho imparato l'inglese ascoltando i Beatles. یاد گرفتم انگلیسی رو با چه چیزی؟ با گوش دادن به بیتلز. پس میبینیم اوزو مدله به صورت با چه چیزی، به همراه چی. پس این کاربردهای استفاده از جروندیو هست. باید دقت کنیم که در بیشتر موارد از جروندیو میتونیم زمانی استفاده کنیم که فاعل فراز پرینچیپاله و فراز سکندری ما واحد باشه، یکسان باشه. یه سری استثناها هم وجود داره ولی خب ازشون چشم پوشی میکنیم. حالت تمپورال sostituisce una frase introdotta da mentre. خب جایگزین میشه با یک عبارتی که معرفی میشه با کلمه mentre، یعنی وقتی که، زمانی که، در حین این که. کاوزال به معنی پوی که یا سیکومه، به خاطر این که، به دلیل این که. کنچسی و انکسه یعنی علی‌رغم این که، با وجود این که، با این که. حالت مدل indica come avvenuto qualcosa، مشخص میکنه که یک اتفاق چجوری افتاده، با به همراه باید، اما، به وسیله. و حالت ایپوتتیکا یا فرضی sostituisce una frase introdotta da se، اگر، اما، چونکه. پس اینا کاربردهای حالت جروندیو هستن. برای حالت کاوزال یعنی یک دلیل، یک علت، چون که essendo io napoletana، به خاطر اینکه، چون که من اهل ناپولی هستم. تمپورال زمانی با وقتی که، زمانی که. tornando dalla
پولیا، زمانی که برگشتم از پولیا، اسم یک شهر. کنچسیوا، حالت وابستگی، با وجود اینکه علیرغم اینکه. پور نون اسندو اون اسپرتا، با وجود اینکه من یک اکسپرت یا یک ماهر نیستم. پور اسندو اون evento sostanzialmente religioso، با وجود اینکه یک رویداد اساساً مذهبیه. حالت مدل یعنی با به همراه، چون، باید. کستروندو اون پونته، با ساختن یک پل. و حالت ایپوتتیکا یعنی فرضیه، اگر، اما. ولندو سینتتیزاره، اگر بخوان که اونو ترکیب کنن. Numero 9. volendo concordare. concordare یعنی توافق، موافقت، درخواست موافقت. osserva le frasi e collega gli elementi delle tre colonne. باید این عبارت ها رو بخونید، فراز ها رو بخونید و با اتسیونه ببینید برای کدوم یکی از این اتسیونه ها برای کارها هست و بعد ببینید که کدوم جروندیو استفاده میشه، جروندیو پرزنته یا جروندیو پاساتو. خودتون بخونید، تکمیل کنید. اولی جینو passeggiava curiosando tra le vetrine. جیرو قدم میزد، کوریوزندو یعنی با کنجکاوی، در حالی که داشت کنجکاوی میکرد بین ویترین مغازه ها، داشت ویترین مغازه ها رو نگاه میکرد. خب میدونیم که این یک جروندیو پرزنته هست، فعل کوریوزاره. کاربردش به چه صورته؟ l'azione espressa dal gerundio avviene durante o dopo quella espressa dal verbo della principale. خب یعنی که اون کاری که میخوایم انجام بدیم و ازش فعل جروندیو استفاده کردیم در حین یا بعد از فراز پرینچیپاله ما میاد. یعنی اتفاق داره همون لحظه اتفاق میفته یا بعدترش اتفاق میفته. جمله دوم essendo stati a Creta già 3 volte abbiamo deciso di cambiare meta. به خاطر اینکه 3 بار رفتیم به کرتا، کرتا اسم یک منطقه است توی ایتالیا، یک جزیره است، تصمیم گرفتیم که مسیرمون رو عوض کنیم. essendo stati جروندیو پاساتو هست و کاربردش l'azione espressa dal gerundio avviene prima di quella espressa dalla principale. برای اینکه بخوایم بگیم کاری که انجام شده که با فعل به صورت جروندی آوردیم قبلتر اتفاق افتاده نسبت به فراز پرینچیپاله ما، چون ما قبلتر 3 بار اونجا بودیم، توی کرتا بودیم، بعدترش ما تصمیم گرفتیم که مسیرمون رو عوض کنیم. پس این حالت جروندیو قبلتر نسبت به فراز پرینچیپاله. سومین عبارت non avendolo mai assaggiato non posso dire se il caviale mi piace o no. به دلیل اینکه قبلتر مزه‌اش نکردم، نچشیدمش، نمیتونم بگم که آیا خاویار دوست دارم یا نه. دوباره این فعل اون به صورت جروندیو پاساتو هست، برای اینکه بگیم قبلتر نچشیدمش
از gerundio passato استفاده میکنیم. و چهارمین عبارت هم pur avendo mangiato tutta la sera ancora fame. با وجود اینکه تمام عصر غذا خورده باز هم گشنشه. دوباره avendo mangiato فعلمون به صورت gerundio passato هست. قبلتر با اینکه تمام عصر غذا خورده هنوز هم گرسنشه. Numero 10. Volendo provare. خواستن برای امتحان کردن. خواستن امتحان کردن. Trasforma le parti evidenziate usando il gerundio e indica di che tipo di gerundio si tratta, come nell'esempio. خب باید این قسمت هایی که بولد شدن رو شما جایگزین کنید با یک جروندیو. اگر همزمان داره اتفاق میفته جروندیو پرزنته، اگر خب قبلتر داره اتفاق میفته جروندیو پاساتو. و بعد هم اینجا بنویسید که به چه دلیل دارین از جروندیو استفاده میکنید. مثلا اینجا جروندیو تمپوراله هست. Attenzione, in alcuni casi le funzioni del gerundio possono essere doppie. توی بعضی از موارد ممکنه کاربرد جروندیو دو تا باشه، به دو صورت باشه. مثلا اینجا جمله اول mentre torno dal lavoro passo a fare la spesa. d'accordo؟ زمانی که برمیگردم از سر کار میرم که خرید بکنم. موافقی؟ گفتیم که حالت تمپوراله جایگزین منتره میشه زمانی که وقتی که فعل تورنره رو میخوایم تبدیل کنیم به جروندیو. چون برگشتن ما و خرید کردن ما به صورت همزمان داره اتفاق میفته، از جروندیو پرزنت استفاده میکنیم. tornando dal lavoro passo a fare la spesa. وقتی که زمانی که برمیگردم سر کار میرم و خرید کنم. d'accordo؟ موافقی؟ بقیه عبارت ها رو خودتون بخونید و کامل کنید. اولی se lo avessi saputo ti avrei chiamato senz'altro. اگر میدونستم حتما بهت زنگ میزدم. خب اینجا سه یعنی اگر. ما میخوایم بیان کنیم یک دوبیو، یک شک رو. پس جروندیو ما استفادهش به صورت ایپوتتیکو هست، یعنی فرضی، بیان یک فرضیه. توی این حالت گفتیم اگر از جروندیو استفاده کنیم یعنی این اتفاق نیفتاده. من میخواستم که اگر میدونستم بهت زنگ میزدم ولی ندونستم و بهت زنگم نزدم. خب اینو توی درس‌های قبلتر یاد گرفتیم، خواستم یادآوری کنم. حالا اگر بخوایم فعل سپره رو توی اینجا تبدیل کنیم به جروندیو، چون عمل دونستن ما قبلتر داره اتفاق میفته نسبت به تماس گرفتن ما، پس باید از جروندیو پاساتو استفاده کنیم. یه جوری هم میبینید که خود جمله از کنجونتیو تراپاساتو استفاده کردن، یه کنجونتیویی که برای زمان خیلی گذشته هست. پس میشه avendolo saputo ti avrei chiamato senz'altro. اگر میدونستم حتما بهت زنگ میزدم، حتما باهات تماس میگرفتم. دومین عبارت l'ho trovato mentre mettevo in ordine in cantina. پیداش کردم زمانی که داشتم انبار رو تمیز میکردم. mettere in ordine یعنی تمیز کردن، مرتب کردن.
خب اینجا منتره اومده، یعنی زمانی که وقتی که پس در نتیجه استفاده ما به صورت تمپوراله، یعنی زمانی هست. حالا فعل متره رو میخوایم، قرار دادن رو میخوایم به صورت جروندیو در بیاریم. چون عمل پیدا کردن و مرتب کردن متره این اردینه توی یک تایم، یک زمان اتفاق افتاده، از جروندیو پرزنته استفاده میکنیم. L'ho trovato mettendo in ordine in cantina. پیداش کردم وقتی داشتم که انباری رو تمیز میکردم، مرتب میکردم. سومی anche se ci sono stata già 3 volte mi piacerebbe tornarci. با اینکه 3 بار تا حالا اونجا بودم، بازم دوست دارم که برگردم. خب اینجا انکسه با اینکه، پس ما میخوایم یک موضوع رو بگیم، ولی در اصل ما میخوایم بگیم که چون با اینکه من علیرغم اینکه من 3 بار اونجا بودم، بازم دوست دارم برم. پس علیرغم با وجود اینکه میشد حالت کنچسیو. باید فعل استره رو تبدیل کنیم به حالت جروندیو، چون بودن ما اونجا 3 بار قطعا قبلتر اتفاق افتاده نسبت به اینکه دوست داشتن ما برای رفتن. پس دوباره از جروندیو پساتو استفاده میکنیم. گفتیم حالتی که کنچسیو باشه اول جمله‌مونم پور، یعنی به خاطر اینکه، برای اینکه، با وجود اینکه. pur essendoci già stata 3 volte mi piacerebbe tornarci. چهارمی si riesce a memorizzare meglio le parole se le si scrive più volte. میشه بهتر کلمات رو به خاطر سپرد اگر برمیگرده به پروله، اگر اونها رو بیشتر یادداشت کرد. توی این عبارت هرچند ما از سه داریم استفاده میکنیم به معنی اما یا اگر، ولی اگر به مفهوم جمله دقت کنید داریم یک ابزار، یک وسیله رو میگیم. داریم میگیم که به وسیله نوشتن زیاد میتونیم کلمات رو به خاطر بسپاریم. پس سه که اینجا هست به معنی به وسیله، توسط. پس حالتی که ما استفاده میکنیم از جروندیو به صورت مدل هست. توی حالت مدل گفتیم که فعل فقط به صورت جروندیو پرزنت میتونیم استفاده کنیم. پس فعل اسکریوره رو باید به صورت مدل جروندیو پرزنت که میشه اسکریوندو، و بعد هم باید پرونومه رو بهش اضافه کنیم. گفتیم که اگر پرونومه بخواد به جروندیو اضافه بشه همیشه بعد از جروندیو میاد، پس میشه scrivendole. Si riesce a memorizzare meglio le parole scrivendole più volte. میشه کلمات رو بهتر یاد گرفت اگر اونها رو بیشتر یادداشت کنیم. پنجمی poiché ho fatto tardi non sono riuscita a passare in farmacia. به خاطر اینکه دیر کردم نتونستم وارد داروخونه بشم، نتونستم برم داروخونه. خب توی این عبارت میبینیم که داریم یک دلیل رو بیان میکنیم. به دلیل اینکه من دیر کردم نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که نتونستم برم داروخونه. پس حالتمون به صورت کاوزال هست و همونطور که میبینید عمل دیر کردن قطعاً قبلتر اتفاق افتاده نسبت به
نتوانستن در رفتن به داروخونه. پس میشه باید ما به صورت جروندی و پساتو استفاده کنیم فعل فاره رو. فعل فاره اوزیلیارش اوره هست. پس میشه avendo fatto tardi non sono riuscita a passare in farmacia. ششمی ho perso peso perché ho fatto un sacco di sport. peso یعنی وزن، پردره یعنی از دست دادن، ho perso peso یعنی وزن کم کردم به خاطر اینکه خیلی ورزش کردم. اون سکو یعنی خیلی و فر اسپورت یعنی ورزش کردن. خب اینجا جمله ما هم میتونیم بگیم که وزن کم کردم به خاطر اینکه، به دلیل اینکه، پس میشه استفاده به صورت کوزاله. هم میتونیم بگیم به وسیله وزن کم کردم به وسیله خیلی ورزش کردن، میتونه به صورت مدعله باشه. توی هر دو حالت چون که وزن کم کردن و ورزش کردن تقریبا همزمان اتفاق افتاده، نمیتونیم بگیم کدوم تأخر و تقدم داشته، از حالت جروندی و پرزنت استفاده میکنیم برای فعل فاره. ho perso peso facendo un sacco di sport. هفتمی se si vuole si può anche andare a piedi. اگر بخواین میتونین حتی پیاده برین. توی این جمله ولره یعنی خواستن، به وسیله خواستن یعنی وسیله شما خواستن است، میتونین حتی پیاده هم برین. پس استفاده ما به صورت مدعله هست و فعل ولره رو میخوایم تبدیل کنیم به جروند یا پرزنت، میشه volendo. volendo si può anche andare a piedi. و هشتمی Luca si è rotto un braccio mentre giocava a tennis. لوکا یک دستش شکست. si è rotto از فعل روترسی یعنی شکستن، خراب شدن. یک دستش شکست زمانی که داشت تنیس بازی میکرد. دوباره منتر، پس استفاده ما به صورت تمپورال هست و چون همزمان اتفاق افتاده عمل شکستن و تنیس بازی کردن، از جروندی و پرزنت استفاده میکنیم برای فعل جوکره. Luca si è rotto un braccio giocando a tennis. Numero 11. Il tuo post. Post یا نظر تو. Immagina di dover rispondere a una richiesta simile a quella di Andrea al punto 6. فرض کن که میخوای جواب بدی به یک درخواستی شبیه درخواست اندریا توی تمرین 6. Fatta però in riferimento al tuo paese. اما با این تفاوت که میخوای در مورد کشور خودت بگی. Scrivi un post su un evento culturale o religioso che consiglieresti. و یک متن رو بنویس در مورد یک رویداد فرهنگی یا مذهبی، در مورد چیزی که بهش پیشنهاد میدی. Ricordati di indicare il luogo. به یاد داشته باش که مکانش رو بگی. Il periodo in cui si svolge l'evento. دوره یا بازه زمانی که اتفاق میفته اون رویداد رو بگی. La descrizione. توصیفش کنی. E se possibile l'origine. و اگه امکان پذیر هست اوریجین، مبدأ یا اصل اون
رویداد رو هم توضیح بدی. خب متن‌های خودتون رو توی قسمت نظرات این درس با دوستاتون به اشتراک بذارید یا میتونید از طریق واتساپ برای من بفرستید. توی این قسمت دیدیم که از جروندیو پرزنت زمانی استفاده میکنیم که فاعل جمله‌مون یکی باشه و بخوایم بگیم که هر دو عبارت یعنی فراز پرینچیپاله و فراز سکندریه توی یک زمان اتفاق افتاده. اگر بخوایم بگیم که فراز سکندریه ما قبلتر اتفاق افتاده یا فراز پرینچیپالمون قبلتر اتفاق افتاده، توی اون عبارت از جروندیو پاساتو استفاده میکنیم. از نظر کاربردی هم جروندیو میتونه به صورت تمپورال برای حالت زمانی هست، جایگزین منتره میشه زمانی که در حین اینکه به صورت کوزال یا دلیل علت جایگزین پویکه و سیکوم میشه، یعنی به معنی به خاطر اینکه، زیرا. میتونه به صورت کنچسی و یعنی ادامه‌ای باشه، جایگزین انکسه میشه به معنی علی‌رغم اینکه. میتونه به صورت مدل باشه که برای بیان راهکار یا وسیله هستش که یک کار چجوری انجام میشه، به معنی به وسیله با. و میتونه به صورت ایپوتتیکو یا همون بیان فرضیه باشه که جایگزین سه به معنی اما یا اگر میشه. در ادامه آشنا میشیم با کلمات اومونیمه. کلماتی هستن که املای یکسان دارن ولی معنیشون فرق داره. و یه سری کلمات مذکر رو میبینیم که به دو صورت جمع بسته میشن و خب معنی جمع هاشون با هم متفاوته.